سلام از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی. در 15 دقیقه دیگر شما را با اخبار تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. نخست نگاهی می‌اندازیم به سرخط چند گزارشی برنامه امروز 3 اکتبر. بحث مرزی نهایی شد. تاجیکستان و قرقیزستان به یک سند امضا گذاشتند که برخی آن را تاریخی و حل کننده می‌نامند. درک کردند که با راه زوری با استفاده از سلاح حل کردن مشکلی به ضرر همه هست. یا با زوری یا با زر، مقامات روسیه به هر راه و وسیله تلاش دارند مهاجران کاری از آسیای مرکزی را به جنگ اوکراین سفربر کنند. در آنجایی که ما پتن میگیریم در درآمدگاه از ما پرسیدند که آیا شما میخواهید که به جنگ روید؟ ما به شما شهروندی روسیه را میدهیم. من گفتم نه. و به دنبال نظرپرسی داریم به مناسبت روز بین المللی آموزگار که در تاجیکستان هم جشن گرفته می شود. بعد اظهارات بحث برانگیز قمچیبک توشیف درباره سرحد، رئیسان کمیته‌های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان گفتگو و بنا به برخی خبرها به یک سند نهایی حل مشکلات مرزی امضا کردند. جانب‌ها باور دارند که اجرای این سند مهم می‌تواند از هر گونه مناقشه‌های مرزی پیشگیری کند. آیا در واقع این سند می‌تواند مشکلات مرزی دو دولت را از بین برد؟ برات یوسفی و علیشیر ظریفی این موضوع را با تحلیلگران در میان گذاشتند. پروتکل رقم 44 که از طرف سیموم نیتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همتای قرقیز او قمچیبک توشیف روز 2 اکتبر در شهر بودکند قرقیزستان به امضا رسید، در رسانه‌ها تاریخی، نهایی و حل کننده عنوان شد. بعد از امضا شدن آن دو طرف گفتند اجرای این سند همه مشکلات مرزی را در بین دو دولت از بین میبرد. Этот протокол в принципе решает при его реализации все вопросы и проблемы, которые ранее являлись. اجرای این پروتکل همه گونه مسئله، همه مشکلاتی را که پیشتر سبب نزاع در سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان بودند حل می‌کند. با تمام مسئولیت اعلان می‌دارم که امضا و اجرای پروتکل اراده رهبران هر دو جمهوری است. Я со всей ответственностью заявляю, что она является реализацией воли глав двух государств. پیام طرف قرقیزستان نیز تقریبا همین مضمون را داشت. Данный протокол был подписан согласованно. این پروتکل با رضایت طرف‌ها به امضا رسیده است و آن اساس می‌شود که همه گونه مسئله مرزی را حل کنیم. خدا خواهد به زودی قرار نهایی را درباره نهایی کردن تعیین کل سرحد دولتی قبول می‌کنیم. نقطه‌ای که باعث بحث گشت این بود که یک روزنامه‌نگار نزدیک به رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در فیسبوک نوشت طرف تاجیکستان از همه دعواهای مرزی خود دست کشیده است، هرچند رسما جزئیات حجت نو آشکار نشده است. کارشناسان تاجیک امیدوارند که آن می‌تواند بر منفعت هر دو جانب باشد. خیلی خوب باید درک سازیم که تاجیکستان هیچ وقت 100% اجرا شدن دعواهای خودش را انتظار نیست. البته تاجیکستان با گذشته تیار است و تاجیکستان تنها میخواست که قرقیزستان هم با گذشته آماده باشد و اگر حاضر بعد واخوری‌های پی در همی رهبریت کشورها به همین گذشته هر دو طرف آماده شده باشند، این یک قدم به پیش است. به نظر عبدالملک قادیروف کارشناس تاجیک، امضای این سند شاید یکی از خواسته‌های ابرقدرت‌های غرب باشد که در پی ملاقات سران کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب 5+1 انجام شده است. امروز که منطقه در یک مرحله قرار دارد که بازی بزرگ به قول اسنا شروع شده است و ابرقدرت‌های دنیا کوشش میکنند که این منطقه را به خود جلب کنند، آسودگی و آرامی و متحدی منطقه میتواند که به نفع جمهوری هایی که در این منطقه هستند بازی کند و از همین سبب است که هم جانب قرقیزستان و هم جانب تاجیکستان درک کردند که با راه زوری با استفاده از سلاح حل کردن مشکلی به ضرر همه هست، نه فقط به ضرر این دو کشور همسایه بلکه به ضرر تمام منطقه هست.
اما کارشناس تاجیک ایده‌های نورغازی انورقلوف روزنامه‌نگار نزدیک به قمچیبک توشیف را درباره دست کشیدن تاجیکستان از دعواهای مرزیش یک حیله سیاسی برای آرام کردن جامعه داخلی قرقیزستان نامید و افزود: فکر نکنم که تاجیکستان تا به اون درجه ضعیف باشد که از بحر پارچه‌های زمین خود دست کشد و بازم تاکید میکنم که این خبرسازی ها تنها به خاطر بلند بردن آبروی راهبریت امروزی قرقیزستان در داخل کشور است. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 300 کیلومتر آن دقیق نشانه گذاری نشده است. بحث هم بر سر آب و چراگاه و زمین‌هایی است که دو طرف خود را صاحب آن می‌حسابند. در اوج این بحث‌ها وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین موحدین اظهار داشته بود که طرف مقابل 2110 کیلومتر مربع از قلمرو تاجیکستان را غصب کرده است. قرقیزستان در پاسخ ناحیه‌های مرغاب و جرگتال را قلمروهای بحثناک اعلام کرده بود. صبح 3 اکتبر قرب روبل روسی در بازارهای پول این کشور باز پایین رفته از مرای رمزی 100 روبل در مقابل $1 آمریکا پستر شد. انتقال پول به بیرون و کاهش ذخیره ارز خارجی سببگار این وضع دانسته شده است. بار اخیر در ماه اوگوست وقتی $1 به 100 روبل برابر شده بود، بانک مرکزی روسیه فوراً فایز قرض بانکی را تا 12% بالا برده چاره‌های ایلاوگی حفظ قرب پول ملی روسیه را پیشنهاد کرده بود. پایین و بالاروی قرب روبل روسیه در تاجیکستان هم یک موضوع مهم است، چون هزارها مهاجر تاجیک مبلغ خود را با روبل به وطن می‌فرستند. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. وزیر دفاع روسیه گفته است کشورش نقشه اعلان سفربری ایلاوگی برای شرکت در جنگ را ندارد. این در حالی است که مقامات روس تاکنون تلاش‌ها را برای جلب زادگان آسیای مرکزی به جنگ اوکراین ادامه می‌دهند و سر و صداها در رابطه با دیگر باره اعلان شدن موبیلیزاسیون زیاد بود. با گفته مهاجران در این اواخر حتی با آنها زنگ زده و شهروندی روسیه را پیشنهاد می‌کنند. همچنین فشارها برای مجبوران گرفتن شناسنامه روسی نیز از سوی مقامات روس زیاد شده است. شهلای گلخوجه گزارش دارد. آنها به من از رقم نامعلوم زنگ زده شهروندی روسیه را پیشنهاد کردند. پیشتر چنین نبود. حالا وضع تغییر یافته است، زیرا اگر مهاجر شهروندی را قبول کند به جنگ فرستاده می شود. این مهاجری که در روسیه کار میکند میگوید هفته گذشته برایش طریق تلفن پیشنهاد گرفتن شهروندی را کردند. این مرد به شرط افشا نشدن نامش برای صحبت روزی شد. تفتیش سراسری مهاجران در روسیه از آخر ماه می امسال شروع گردیده تا هنوز پایان نیافته است. پلیس آنها را از کوچه و محل کار و خانه هایشان بازداشت میکند. مقامات حفظی حقوق قهوه‌خانه و مسجدها، تالارهای ورزشی، کارگاه و خوابگاه مهاجران را تفتیش نموده 10 نفر آنها را با خود میبرند. آنها را دست به کتف یکدیگر در یک صف قطار میگذارند. مرد و زن را همین گونه جمع میکنند. گویا جنایتکاران خطرناک را از محبس بیرون میآورند. حقوق انسان پایمال میشود. مهاجران مهنتی میگویند این عملهای پلیس با یک هدف انجام داده میشوند. بعض زادگان آسیای مرکزی روی راست پیشنهاد میکنند که شرطنامه حربی را امضا نمایند و یا با فریب آنها را به این کار وادار میکنند. در آنجایی که ما پتن میگیریم در درآمدگاه از ما پرسیدند که آیا شما میخواهید که به جنگ روید؟ ما به شما شهروندی روسیه را میدهیم. من گفتم نه. ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر سال 2022 در روسیه بسیج یا سفربری نسبی اعلان نمود. در پی آن صدها هزار شهروند روسیه این کشور را ترک کردند. حالا کرمل برای جلب مهاجران به جنگ از اصولهای گوناگون فشار استفاده میکند. مثلا ویتنامی ها و خیتایی ها نیز هستند. آنها مثل قرقیز ها، ازبک ها و تاجیکان که دولت و حکومت ضعیف دارند زیر فشار قرار نمیگیرند، زیرا مهاجرانی که در اینجا زندگی میکنند هنگام مشکلی مجبور میشوند که شناسنامه گیرند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که هر پنجمین دعوت شده بعد کمتر از 2 ماه سفربری به جنگ هلاک شدند. بنابر گزارش‌ها زادگان آسیای مرکزی به خط اول جنگ فرستاده می‌شوند.
من به باررسانی مشغولم. وقتی یک موتورسیکل را به جوانی بردم، اون نقل کرد که 1 سال در جنگ بود. من از او پرسیدم که آیا در آن جایها با شما از قرغیزها و ازبک‌ها و تاجیک‌ها بودند؟ او گفت نه، تنها روس‌ها بودیم. ما را به آن منطقه‌هایی که جنگ‌های شدید جریان دارند نمی‌فرستند. او در مرکز جنگ نبود. سیاست مقامات روسیه چنین است. به آنجا پیش از همه بوریتی‌ها و مهاجران را می‌فرستند که شناسنامه روسی دارند. ҳукумати русия эълон кард ки аллакай 300 000 нафар довталабона бо артиш шартнома бастанд. қарор аст то соли нав 120 000 нафари дигарро ҷалб намоянд. ба гуфтаи хадамоти истихборотии бритониё, мақомоти русия аз моҳи майи соли 2023 ба таври фаъол муҳоҷиронро аз осиёи марказӣ ба ҷанг ҷалб мекунанд. ба онҳо сабукӣ дар гирифтани шаҳрвандӣ ва маблағи калон ваъда шудааст. бинандагони азиз, агар шумо ҳам дар бораи даъвати иҷбории муҳоҷирон ба ҷанг хабар ё аксунаворе доред ё мехоҳед аз назари шумо дигарон ҳам огоҳ бошанд, ба баҳсҳо дар зери ин ва гузоришҳои дигари озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамроҳ шавед. 5 октябр рӯзи ҷаҳонии омӯзгорон аст. ҳамасола дар тоҷикистон ҳам бахшида ба ин рӯз муаллимонро табрик мегӯянд. назарҳо ба кори омӯзгорон дар ҷомеа гуногун аст. бархе заҳмати онҳоро бо маоши кам қаҳрамонӣ медонанд ва бархе ҳам барои олуда шудани ин касб бо фасод танқид мекунанд. аммо ҳоло аз он хоҳем гуфт ки то куҷо мардум аз омӯзгори аввалини худ, касе ки ба онҳо хатту савод омӯхт, ёд доранд? дар робита ба ин савол ва умуман вазъи омӯзгорон пурсише дорем дар хатлон. муаллими аввалимон ака бо даври союз буд. Мартулеза Зариповна мегам, ҳозир ҳаста нешта гуфташон. Абрам ки набуд. Бар синфу. То синфи ами таҳмина Абрам ки набуд. Салом. Гузаштагиай. ёд дорам. Облоқулова муаллима синфи якумин. апаҷон дар бораи ҳами омӯзгорон рӯзи 5 идоран, ҳами шумо чӣ гуфтане? омӯзгорон хай табрик мекунам, ҳамеша сиҳат саломат бошанд, ба мо дарси адаб омӯхтагиам, хай саломат бошанд, ҳамеша сарбаланд бошанд. муаллимо холов ҷамолдин мендошт, муаллим беҳтарин буданд. муаллим мо холаи хатича мегуфтанд. در مکتب ابتدایی میخوندیم. وقت راحتی دوش لگه خونسال بود. آموزگار در جامعه ما یک موقع خیلی بلند و خاصه دارند، چون که بیهوده نگفتن که حق استاد از پدر بیش است، چون که استاد از پدر در پیش است. نشون چی یاد دارید از معلمتون؟ ای معلمون چی یاد داریم؟ خیلی تربیت داد، تعلیم داد، نشون چیزا را نشون داد. این معلم‌ها رنگی معلم‌های پیش دانش خوب دارن؟ نه، برای که فرزندای من هم دانش ندارن. وقتی که ما معلم‌ها در طلبه بودیم درس می‌خوندیم سخت می‌خوابیم. معلم‌ها را پسند نمی‌کنن، گوش نمی‌کنن دو جان. فهمیدی؟ معلم‌ها را رنگ همین طلبه چیز می‌کنن. برای هم بسیار مکتب‌ها دمیرم نگاه می‌کنم که معلم چه خیلی. باید معلم ای طلبه فرقش باشه. نه که نه سودو تاریخ داره. من میخوام که همه معلمای چه خیلی که پیش بود همه خیلی شود طلبه ها معلم را حرمت کنه، همچون پدر مادر. اکنون پیشتر کمتر استروگی تر بودن ده اکنون آموزگارا خیلی حاضی هم گنده نه میشه نه سازی هم. سر از فردا ثبت نام برای شرکت در لاتاری گرین کارت یا کارت سبز امریکا آغاز می شود. در این باره سفارت امریکا در تاجیکستان خبر داد. سفارت در شرح خبرش نوشت درخواست شهروندان کشورهایی که میزان پست مهاجرت را به ایالات متحده دارند از 4 اکتبر تا 7 نوامبر سال روان تنها توسط سامانه دیوی پروگرام استیت گو قبول می شود. بینندگان عزیز، فرصت برنامه در همین جا به پایان می رسد. می نداریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته می توانید از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنکلاسنیکی پیدا کنید. خدا نگهدار.